پیش از همه شرف و قرض هر یک فرزندی تاجیک می باشد. در برابر این ناحیه بلجان هم یکی از ناحیه‌های آوازه‌دار جمهوری به حساب رفته. ما کوشش کردیم که در نوبت اول اون سپرشی که از طرف سرفرمانده قواهای عالی جمهوری تاجیکستان محترم مدیر رحمان هستند در مد اول اجرا نماییم. همزمان امروز از طرف مردم، از طرف اهالی جماعت ها دهات، از طرف اهالی ناحیه و اون دعوت شوندگان اومده در اینجا اشتراک دارن و امروز من باور دارم که با یک دل نیتی پاک رفته و صدقاً با وطن مادر خدمت میکنند. قرض فرزندی خود رو در نزد وطن اجرا می نمایند. باعث افتخار است که چنین فرزندان نیک ما پدر و مادران تربیت کردند. پیش از آن اینجا شخصانی هستند که اختیاری اومده خودشون با خواهش خودشون و مراجعت کردن به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان که رفته خدمت میکنند. شخصا از نام خودم، از نام مقامات اجرای حکومت دولتی ناحیه بلجان همه شما را با این روز سعید تبریک میکنم و در کارهای آیندهتون بردباری تمام دارم. من باور دارم که این جوان مردانی که در اینجا هستند رفته با خدمت کرده همچون یک شخص با ابرومند که در صف قوای مسلح پر آب و تاب گرفته میآیند و این خدمت در وطن این یک مکتب مردانگی است، مکتب حیات است. من باور دارم که با سر بلند خدمت را ادا کرده میآیند. سلامت باشید. این از طرف حزب خلقی دموکراتی جمهوری تاجیکستان بعضی سپاسگزاران با اون پدر و مادرانی که در این دعوت بهاری سهم ارزنده گذاشتن از طرف رهبریت تقدیم کرده میشد. مرحبا. جای خود ایست. زو مراقبه های یکی حساب نمو. بادو کاتو صاف گشت باروز گشت باروز گشت باروز گشت باروز گشت بچاو گشت بچاو گشت بچاو گشت بچاو گشت باقی گشت باقی گشت در جای خود قدم زد یک 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 دو سه یک 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 دو سه یک دو باروز چاپ گشت با قدم برد